امروز با هم میخوایم بریم به کشوری در جنوب شرقی آسیا که بسیاری از ما از وجود چنین کشوری خبر نداره. کشوری دیکتاتوری که تحت قوانین اسلامی اداره میشه. به عبارت دیگه، برونئی کشوری کوچیک با حکومتی پادشاهیه که در جنوب شرقی آسیا و در جزیره بورنئو قرار گرفته. از اونجایی که یک کشور جزیره‌ایه، تنها همسایه‌اش مالزیه که از نظر اعتقادات و سبک حکومت بسیار به هم نزدیک هستند. حتی زبونشون هم با کشور مالزی یکیه و در این کشور به زبون مالایی صحبت میکنند. این کشور با نام رسمی دارالسلام برونئی 5700 کیلومتر مربع مساحت داره که اگر مقایسه کنیم کشوری است در حد و اندازه استان البرز. اگر بگیم که کشور کوچیک برونئی یکی از 15 کشور ثروتمند جهانه، چه عکس العملی دارید؟ طبیعتاً دلیل این ثروتشون نیز تولید و توسعه نیست. از نظر موقعیت جغرافیایی خیلی خوش شانس بودند و جزیره‌ای که در اون قرار دارند از نظر ذخایر نفت و گاز یک بهشت محسوب میشه. دلیل ثروتشون نیز تماماً مرتبط با این منابع محدوده. در این کشور تنها 450,000 نفر زندگی میکنند و به همین دلیله که پادشاه برونئی با این درآمدهای سرشاری که در اختیار داره علاقه زیادی به وسایل ساخته شده از طلا پیدا کرده و در مناطق مختلف کشور قصر میسازه. در کشور برونئی همانند تایلند و ویتنامی که در نزدیکی این کشور قرار دارند، زندگی روند طبیعی خودش رو طی نمیکنه. زیرا در اینجا یک نظام دیکتاتوری وجود داره و تمام مسائل کشور توسط یک نفر کنترل میشه. پادشاه برونئی تمام کشور رو همانند یک شرکت خانوادگی اداره میکنه. علاوه بر این، هم خودش و هم فرزندانش عاشق توجه هستند. مخصوصا پسر پادشاه که در فضای مجازی هم بسیار معروفه و پس از وفات پدرش اداره کشور به اون خواهد رسید. از طرف دیگه پدر و پسر در هر مراسمی که شرکت میکنند رفت و آمد در شهر تعطیل میشه و مردم اون منطقه برای ابراز احترام به پادشاه در اونجا تجمع میکنند. به عنوان مثال، همه ساله روز تولد پادشاه همانند یک عید در کشور جشن گرفته میشه و این جشن‌ها 15 روز پشت سر هم ادامه پیدا میکنه. سردر مغازه ها بنرهای زردی نصب میشه که بر روی اونها جملاتی در راستای ابراز احترام و محبت به پادشاه نوشته میشه. از سال 2019 به بعد پادشاه برونئی کشور رو تماما بر اساس قوانین شریعت اداره میکنه و به هیچ وجه اجازه نمیده که در کشور مشروبات الکلی استفاده بشه. حتی در این کشور جایی رو پیدا نمی‌کنید که سیگار بفروشه. در کنار این، برونئی دریافت ویزای این کشور رو برای شهروندان کشورهای مسلمان نیز تسهیل کرده. در زمان ورود به بندر سری بگاوان، پایتخت برونئی، اولین چیزی که نظرتون رو به خودش جلب میکنه تمیز بودن بیش از اندازه این شهره. همانند سنگاپور و دبی، در خیابونها خودروهای لوکس دیده میشه و در کوچه ها یک زباله هم نیست. در کشور پلی به این شکل وجود داره که دو قسمت سرزمین این کشور رو به یکدیگر متصل میکنه. زیرا فضای بین این دو قسمت متعلق به کشور مالزیه. ثروتمند شدن این کشور در سال 1929 و با کشف اولین چاه‌های نفت آغاز شد. در اون زمان به دلیل اینکه امکانات استخراج نداشت، با کمک شرکت نفتی انگلیس و هلند، یعنی همون شرکت شل، اولین نفت خودش رو استخراج کرد و امروزه همچنان با شرکت شل همکاری میکنه. در راستای بزرگداشت اولین روز استخراج نفت در محل اون چاه این بنای یادبود ساخته شده. امروزه زمانی که به این کشور سفر میکنید، در اونجا به جای سواحل توریستی دکل‌های نفتی رو مشاهده میکنید. بر اساس داده‌های رسمی این کشور 1 میلیارد بشکه ذخایر نفتی داره. البته این رقم با 300 میلیارد بشکه ذخایر نفتی کشور ونزوئلا قابل قیاس نیست، اما برای ثروتمند شدن این کشور کوچیک کفایت میکنه. این کشور به مدت 100 سال تحت استعمار انگلیس قرار داشت. در سال 1984 تونست به استقلال برسه و تمامی ثروت این کشور به پادشاه رسید. امروزه دارایی‌های شخصی پادشاه برونئی چیزی در حدود 30 میلیارد دلار تخمین زده میشه. به عنوان مثال، این قصر در میان جنگل و با سرمایه نزدیک 1 میلیارد و 400 میلیون دلار ساخته شده. اون گنبدهای زردی که مشاهده میکنید تماما روکش طلا دارند.
پادشاه برونه‌ای در اینجا زندگی میکنه و در بین رهبران جهان گرونترین قصر متعلق به اونه. البته مردم این فرصت رو دارن که در ماه رمضان و به مدت 3 روز بتونن وارد این قصر شده و از نزدیک اون رو تماشا کنن. همچنین این پادشاه در حال حاضر بزرگترین کلکسیون اتومبیل دنیا رو در اختیار داره که بسیاری از اتومبیل‌های موجود در اون منحصراً به سفارش اون ساخته شدن. مردم برونه‌ای ملتی هستند که از ترکیب مردم مالزی و چین شکل گرفتند و اکثریتشون مسلمان و سنی هستند. خدمات درمانی در این کشور برای شهروندان کاملا رایگانه. در اینجا از صاحبان کسب و کار هیچ مالیاتی گرفته نمیشه. درآمد ناشی از نفت و گاز به قدری زیاده که حکومت برای اداره کشور نیازی به مالیات نداره. علاوه بر این برای تحصیل نیز هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند. شاید هم به دلیل چنین خدماتیه که مردم برونه‌ای به زندگی لوکس پادشاهشون اعتراضی نمی‌کنند. از اونجایی که منابع آب شیرین در این کشور محدوده، هر لیتر آب شیرین از هر لیتر بنزین گرونتره. در حالی که 1 لیتر آب معدنی قیمتی در حدود $1 داره، این مردم بنزین رو به 1/5 این قیمت می‌خرند. از طرف دیگه کشور برونه‌ای به عنوان کشور صلح و دوستی شناخته میشه. دلیلش هم اینه که زندگی روزمره مردم بسیار آروم در جریانه. کشور یک چارچوبی داره و کسی خارج از اون حرکت نمیکنه. یعنی کسی که قصد داره در این کشور زندگی کنه، چه بخواد و چه نخواد باید شرایط زندگی که بهش تحمیل شده رو بپذیره. پادشاه زمانی که در سال 2019 اسلامی بودن این کشور رو به دنیا اعلام کرد، بسیاری از کشورها ارتباط خودشون رو با برونه‌ای قطع کردند. یکی از دلایلی که اسم این کشور رو زیاد نمیشنویم اینه که این کشور همانند کره شمالی فضای بسته‌ای داشته و با خارج از کشور ارتباط آنچنانی برقرار نمی‌کنند. واحد پولی این کشور دلار برونه‌ایه. تجارتشون رو بیشتر با کشورهای منطقه همچون فیلیپین، مالزی و اندونزی انجام میدن و از نظر تأمین مواد غذایی نیز مشکلات زیادی ندارند. زیرا پایه غذاهای این مردم برنجه که به وفور در این منطقه کشت میشه. حتی معروفترین غذای اونها نیز برنج و مرغه. همچنین در اکثر غذاهاشون این 3 عنصر برنج، شکر و تخم مرغ یافت میشه. اگر این 3 مورد رو حذف کنیم، فکر نکنم بتونن غذایی آماده کنن. در کشور زندگی روستایی خاصی مشاهده نمیشه. کسانی که دوست دارن زندگی روستایی داشته باشن، در این خونه‌های چوبی که بر روی رودخونه‌ها ساخته شده زندگی میکنن. نمونه این خونه‌ها در کشور فیلیپین نیز وجود داره. اما اون مردم به دلیل هزینه‌های بالای زندگی در زاغه‌هایی که بر روی آب ساخته بودن زندگی می‌کردند. اما مردم برونه‌ای به دلیل فقر در اینجا ساکن نشدند. اکثر اونها برای ماهیگیری، زندگی کردن در کنار رودخونه و کسب آرامش به اینجا اومدن. همانطوری که سر هر کوچه‌ای مسجدی وجود داره، در اینجا نیز برای این روستاهای روی آب مساجدی ساخته شدند تا مردم برای انجام عبادات خودشون مجبور نشن مسافت زیادی رو طی کنن. یکی از ویژگی‌های مثبت مردم برونه‌ای اینه که نسبت به گردشگرانی که برای دیدن کشورشون اومدن بسیار خونگرم هستن. مردم اینجا همونطور که کشورشون رو خیلی دوست دارن، بسیار علاقمند هستن که کشورشون رو به غریبه‌ها معرفی کنن. مثلا زمانی که قصد دارید از مغازه‌ای چیزی بخرید، به جای فروش اون کالا سعی میکنن که اون رو به شما هدیه بدن. اینجا مردم خوبی داره، اما شهرهای زنده‌ای نداشته و شما خیلی زود از اینجا خسته میشید. چون در اینجا موسیقی زنده و مکانهای تفریحی مثل بار و کلوب‌ها ممنوعه. از اونجایی که این کشور با قصرها و بناهای بسیار مجلل شناخته میشه، یکی از لوکس‌ترین هتل‌های جهان نیز در برونه‌ای قرار داره. هتل 7 ستاره امپایر مکان لوکسیه برای میزبانی از مقامات سایر کشورها و همچنین میلیاردرهایی که از کشورهای عربی به اینجا میان. مردم کشورهای عربی به دلیل مسلمان بودن این کشور از اینجا دیدن میکنن و به همین دلیل در سطح شهر تابلوهای بسیاری رو به زبان عربی مشاهده میکنی. به طور کلی از اونجایی که برونه‌ای همانند کشورهایی مانند تایلند و فیلیپین شرایطی رو برای سرگرم کردن گردشگران فراهم نکرده،
گردشگران اروپایی به این کشور سفر نمی‌کنند و صنعت گردشگری این کشور بر پایه گردشگران کشورهای عربی شکل گرفته. جدای از این، مردم برونه‌ای بدون ارتباط با سایر کشورها زندگی محدود به خودشون دارن. هر حرفی که پادشاه بیان میکنه حکم قانون رو داره و کسی خارج از اون عمل نمیکنه. ممکنه بپرسید که این مردم برای تفریح کردن چیکار میکنن؟ باید بگم که سوار ماشین شده با گذشتن از مرز وارد مالزی میشن. در کلوب‌های این کشور تفریح کرده و دوباره به کشور خودشون برمیگردن. در واقع برونه‌ای کشوری پر از مقرراته که در اونجا در نحوه زندگی و سلایق مردم بسیار دخالت میکنن. لایک ویدیو و عضویت در کانال رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.